من تقریبا 25 ساله به صورت خونگی و غیر حرفه‌ای شیرینی پزی میکنم، ولی از ابتدای سال 1400 به صورت خیلی جدی تقریبا بالای 50% درآمد و وقتم رو صرف تحقیق، ترجمه، مطالعه، تمرین کردم و نتیجه این تحقیقات و مطالعات رو تا حدودی توی پیج اینستاگرامم به اشتراک گذاشتم. ولی از اونجایی که اینستاگرام باگ‌های زیادی داره، از جمله محدودیت به اشتراک گذاشتن فایل، محدودیت تایم ویدیوها، محدودیت متن کپشن و حتی سرعت ویدیوها قابل تنظیم نیست، کیفیت ویدیوها قابل تنظیم نیست و خیلی باگ‌های زیادی داره، توی کانال تلگرامم خیلی مفصل‌تر این تجربیات رو به اشتراک گذاشتم. علاوه بر این که رسیپی‌هایی که مداوم برای خودم ترجمه می‌کنم اونجا به اشتراک می‌ذارم و اگر اطلاعات جدیدی رو به دست بیارم، فایل ها مداوم به روز رسانی میشن، یعنی کانال مدام در حال به روز رسانی و تکامل و گسترده تر شدن هست. کانال تلگرام. خب ما شف‌های بزرگ زیادی داریم در ایران که کارهای خیلی قشنگی رو انجام میدن، ولی شاید اگه ازشون بپرسیم تفاوت کره و مارگارین چیه ندونن. قنادی دو بعد داره، یکی بعد اجراییش هست و یکی هم بعد تئوری و علمیش هست. هیچ ادعایی توی این زمینه ندارم. اگر جایی رو اشتباه میگم و یا اشتباه تلفظ میکنم یا اگر نکته‌ای رو شما میدونید، ممنون میشم که اضافه کنید که با کمک هم بتونیم این علم قنادی رو کامل و کاملتر کنیم و قنادی آگاه باشیم. خب در دنیا شف‌های مطرح زیادی وجود داره، مثل مارتا استوارت، کریستن بال، شف سدریک، دومینیک آنسل خالق کرونات، ولی کسی که مورد علاقه من هست پیر هرم است. علاوه بر این که خالق شیرینی اصفهان هست یا سپاهان که طعمی از روزواتر و گلاب، یعنی گلاب داره و ماکارونهاش خیلی معروف و متفاوت هست، عناوین زیادی رو یدک میکشه و برنده جوایز زیادی هست به دلیل تلفیق طعم‌های متفاوت و خلاقانش و دقیقاً به همین دلیل هست که مورد علاقه من هست. در مورد زندگی نامش و دلایل موفقیتش تحقیق میکردم. دو تا نکته توجه منو جلب کرد. یکی این که از دیزاین های خیلی ساده و شیک استفاده میکنه که صرفاً جنبه زیبایی و بصری ندارن، بلکه تکمیل کننده طعم و بافت دسرش هستن. نکته بعدی استفاده از روش های پخت کوتاه مدت هست و در مورد زمان پخت و دمای پخت بسیار دقیق و سختگیرانه عمل میکنه. ما اگر بخوایم کیفیت کارمون رو ارتقا بدیم، خب لازم هست که از مواد اولیه قنادی کاملا مطلع باشیم. شکر، آرد، لبنیات، تخم مرغ از مهمترین مواد اولیه قنادی هستند، ولی تخم مرغ نقش خیلی مهمی داره به دلیل اینکه هم در خمیرها ازش استفاده میشه، حالا خمیر کوکی، خمیر کیک و یا خمیر نون، و هم در کرم‌ها به خاطر تغلیظ کنندگیش و خاصیت تغلیظ کنندگیش استفاده میشه. پس لازمه که ما از تخم مرغ اطلاعات کافی داشته باشیم. تخم مرغ چی هست؟ تخم مرغ که یک پوسته آهکی داره که یه سری منافذ دارن، داخل این پوسته هم یک پوسته نازک دیگه داره و بعد هم سفیده ها و زرده. خیلی ها تخم مرغ رو به 6 قسمت تقسیم میکنن، بعضیا 7 و یا حتی 8 قسمت هم تقسیم میشه. اینجا من مجبورم خیلی تیتروار و به اختصار توضیح بدم، ولی فایل مفصلش رو توی کانال تلگرام به اشتراک گذاشتم. ساختار تخم مرغ چی هست؟